سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با این BMW X5 زیبا میریم با هم دیگه مشخصات این ماشین رو براتون توضیح بدم. گیربکس 8 سرعته اتوماتیک داره، دیفرانسیل عقب هستش، تمام چرخ‌ها محرک هوشمنده، ظرفیت یدک‌کشی تا 7500 پوند. این هم نمای داخل کابین. صندلی‌ها تمام چرم هستش، فرمون جیر هستش. داخل کابین کاملا اسپورت، خیلی زیبا طراحی شده. این هم از صندلی‌های عقب. صندلی‌ها رو همونطور که می‌بینید همشون اسپورته. بریم برای تست درایوش. مصرف سوخت این ماشین هر 25 مایل تقریبا یک گالون هست. یک گالون هم میشه 3 لیتر و نیم بنزین میشه. همونطور که میبینید مشخصات داخل کابین نمایشگر دیجیتال داره که این صفحه نمایش 14.9 اینچ هستش. سیستم ترمز خودکار داره، سیستم هوشمند خارج شدن از بین دوتا خطا رو داره. قدرت این ماشین حدود 670 اسب بخار هستش که 0 تا 100 که نمیشه گفت، ولی 0 تا 70 مایلش تقریبا بین 5 ثانیه هستش. موتورش هم 6 سیلندر هستش، توربو شارژ 3 لیتری داره، 650 گشت آور هست. سقفش هم پانوراما هستش. خیلی ماشین روونی هستش، اینجوری که من دارم باش رانندگی میکنم. نه صندلیاش اذیت میکنه. ماشین نرم. یکی از مدل‌های BMW هستش که واقعا عالیه به نظر من، با اینکه مدلش 2018 هستش. ولی خب من خیلی خوشم اومد از این ماشین. من از این ماشین رو از 10 بهش 8 میدم. همه نظر قیافه، همه نظر سواری واقعا عالیه. من که دارم باش حال میکنم. ماشین خوبیه در کل به نظر من. ممنون میشم که با لایک، کامنت، سابسکرایب از من حمایت کنید. من محمود هستم، ساکن دالاس آمریکا. کارم ماشینه. هر روز با ماشینای جدید من تست درایوشو میگیرم و براتون میذارم. خوشحال میشم که اگه این زیرم برام بنویسید که چه ماشینی مد نظرتونه، من با همون ماشین تست درایوشو بگیرم با شما به اشتراک بذارم. ممنون که حمایت میکنید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. تا آخر ویدیو همراه باشید که ببینید این ماشین چطور هست.